ساعت 6 صبح 20 نوامبر 1980 که در دریاچه پنیای لوئیزیانای ایالات متحده آمریکا یک فاجعه بزرگ در حال رخ دادن است. این دریاچه در بین مردم این ایالت بسیار محبوب بود، چون این دریاچه عمق نسبتاً کمی داشت و از آن مهمتر آب این دریاچه آب شیرین بود و اغلب مردم لوئیزیانا در این دریاچه به ورزش‌های آبی می‌پرداختند. علاوه بر اینها مردم این ایالت به خاطر زیبایی‌های آن بیشتر جشن‌های خود را در کنار این دریاچه برگزار می‌کردند، چون در کنار این دریاچه یک پارک گیاهشناسی بسیار زیبا وجود داشت. اما همه این زیبایی‌ها در 6 صبح 20 نوامبر 1980 به یکباره تغییر کرد. اما برای بهتر متوجه شدن این موضوع باید به چند ماه قبل بازگردیم، زمانی که شرکت نفتی تگزاسکو در این دریاچه به دنبال نفت بود. کمی بعد از مطمئن شدن شرکت تگزاسکو از اینکه در این دریاچه، البته مستند کامل این ویدیو در داخل کانال ما موجود است. خوشحال میشیم که به کانال ما سر بزنید و این مستند رو از دست ندید و یادتون نره کانال ما سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.